خب امروز تصمیم گرفتم که با 2 تا از دوستان بازی جنگا یا همون برج چوبی رو با هم انجام بدیم. بازی از این قراره که هر کسی زودتر برج چوبی رو بریزونه مجازات میشه و ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید دیگه از چنل علی ارشاد. خب بچه‌ها طبق اون توضیحاتی که دادیم حالا می‌خوایم بازی رو شروع کنیم. اولا حالا از ارسلان شروع میشه. ببینیم چی 51 یه 6 اینجا هم 6 هست بیا فکر می‌کنم. خب دو یا 4 یا 2 یا 4 یا 2 اینا من هم همه دستا بالا دختر خانوما 4 و 5 نو چرا اونجا معلومه جمعش رو باید بکشم یا 4 یا 4 یا 5 یا 9 آها اوکی نو 3 و 5 دهنه همتونو 3 و 2 خوب آدم داشته باشه خوب آدم داشته باشه اینجا بمید اینجا بمید بخره 2 2 وای باید دی دست دادی نمیتونی عوض کنی آره تو دیگه رفتی دیگه داری به فنه میری دیگه یهو بکش اعتماد کن بذار باشه میزه تکون نداره بنداز دستش داره میرنده اینجا 4 میشه 9 دیگه آره ندیده دیگه این برم میذارم که ندیده 6 و 4 یا حضرت یوسف من 6 رو میکشم 10 میکشم ما رو دارم 5 و 3 یا 8 یا 5 و 3 8 خب 3 و 2 5 این خوب میتونی میریزی میشه آدم باش خوب آدم داشته یه بار زدمش دیگه من نزدم زده بودم اول ویدیو هر کسی که بریزه باید دهنش سرویس بشه برو مرحله اول باخت آقای من رضا دنیا گرده نه هوا خیلی دنیا درازه دنیا درازه دنیا داره بخور پرش کنم دیگه باید بخوری بخورش یه چند قطره بریز بخور. یه قطره اصلا باید نمیده بریز یه قطعه دیگه بریز بسته دیگه بیا آها کسی که از BDS استفاده کرد بخور انرژی گرفت بخور شراب خود نمیده 4 و 2 4 2 میشه 8 جد 6 میشه 8 خوب آدم داشته خوب آدم داشته 5 و 4 9 انتخاب میکنیم دیگه به اون یکیش که دست نزن دیگه فقط هم رو بکش با یه دسته دیگه درسته دیگه تومنه پاش تومه 6 و 3 نه بذار بردارم 9 رو میتونی بکشی 9 نمیدونم توشه 2
دو. میشه 4 دیگه. من اینو بعدا بزنم. نه. نمیشه. این 4 بکش دیگه بابا بیا. نه کمکش نکن. کمک گو بخور میکنه. دیگه از این جت نه، موزه در نیاری یا 4 و 3 7 دستم نخورده. یه دونه بریم. 4 و 3 گفت 3 میکشم. بکش. میکشم. ببین همتون با من 6 و 3. خب 9. یک اسطوری بازی در میاری. بنده دیگه. آروم 5 و 1. آروم. 5 و 1 5 و 1 اصولا یعنی 6. نه تو 5 و 1 میتونی 1 رو برداری ولی 6 رو میتونی بر نداری. ولی وقتی که 5 رو برداری 6 رو دیگه نمیتونی دست بزنی. پس 1 میمونه. اینم 5. 5 و 1 میشه 10. دیگه اینو کشیدی. که کشیدی. این هم 6 بود. آقا مجازات اینو مجازات. کسی که دفعه قبل باخته بود میریزه. ولی من بود. 1 و 5 میشه چند؟ میشه 6 5 اونم پنج. راست میگه بس کنم. پنجا نریزه. یه 11 بکشم تا اونو بتونم بردارم. 1 و 1 1 و 1 و 1 2 باز الان میریزه. نداری من دید. ها؟ من 1 و 2 نداری. خب 1 و 2 نداری میتونی 2 بکشی. اگه میگم 1 و 2 نداری. جواب خیابونی میگم 1 و 2 نداری 2 بکش. خدایی لا اله الا الله والد لعبل. یه دقیقه وایسا. بذار من بهت بگم یا با یه دست. با یه دست. بابا باشه اینی که دستن دوره. آروم باش. وای من نمیخوام ببازم. بچه بکش. داره میریزه. داره میاد. دست بگه داره میاد. آرزه دستش رو میذاره. داره میاد. دست بگیر. رفتی به من داره. مجازات شدی باز مرحله دومم باختی. مرحله دومم باختی. بخور. امشب بری توالت بخوای برینی از تو کونه دود میاد بیرون. بخورش. زیاد ریخته. دیگه به خاطر که باختی بخورش. رفت. سلامتی نه بابا وایسا. کسا ما رو تو خواهد. سانسور کنی. شایان نظرت راجع به شایان نظرت راجع به ارسلان چیه؟ آقا یه دنیسی چک کن. من تو کشیدم. کی رو؟ خب تو چون 2 3 3 و 2 5 میکشم. 4 و 4 به نیت اینا امام رضا. 8 به نیت امام رضا 4. چه ربطی بشه سن؟ دو 1 و 2 خدا سلام 1 و 2 دارم. 1 و 2 ببین باختیم باشه 4 و 2 آره 3 و 5 3 و 5 8 یا 3 و 5 این 5 ببین خوب آدم گفتم داشته باشه سر هر راندی که میگه 3 و میبوده 5 میشه 8. جدی بنداز
آماده؟ مرکب خوردیم 3 و 5 8 دیگه 8 این تاس نیت خورده است 8 به نیتشو خودتون بگین تو کامنت درو اینم بلیکش 6 و 6 جفت 6 میدونستی بعد دوباره بعد 2 بار بندازی بعد 2 بار بکشی من 12 خب 12 رو بکش دوباره باید تاس بندازی. نه دیگه 2 تا 6 بعد بیاری قانون بازی من اول توضیح دادم بعد 2 تا تاس بندازی. الان عیبی نداره. عیبی نداره. عیبی نداره دوباره 2 تا ایران یکی دیگه هم بعد اگه نه دوباره اوه. 3 و 2 با یه دست یه دست بله راری 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 خدا بری بابا من نمیخوام باشه قبولت داریم 1 و 5 نکن 1 و اینم داشت 5 کرد یعنی نه داشت 1 و 2 1 و 3 است 1 و 2 ما نداریم 3 برمی داریم Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? 2 6 این میده نقطه ضعفش چیه الان بهتون نشون میدم 2 یک کاری 6 میکنم الان بروزه نگاه کن 2 6 خب باشه چرا قشنگ کنسپت اجرا میکنی کدومو بردارم نداریم 6 من دستم بهت نزنم افتادی یه دقیقه نکن علی یه دست دیگه مونده نکن. نه بزنی بلاره نوشابه نداری آره گفتم دیگه گفتم دست بهش نزنم راز افتاد علی سم بسه خب بشو با این حیبت و هیکل اچ فاسه میسوزونه بسه دیگه آقا با خود یه کافیه نه کافی کوته علی بسه دست دارم نه یه بسه لغتی نه 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 من نمیخورم ممانعت کردی بابا، بیا من خیلیه. دستتو میگیرم خب نترس من چرا پیچه نمیخوام خیلی زیاده این چشاتو ببند هیچ خیلی برای نمیفهمی این بد زیاده چشاتو ببند هیکلت گنده است باید اینو خفه بخوری میشم ها بسه نه بخورش یه ذره زیاده نه آقا این الان گنده اصلا است. چیزی کم شد آقا من 2 تا قاشق میخورم تو بخورش وایسا میخوری بخورش. علی گفت باشم اگه به بازم بچه ها اگه باختش بود باشه ماما علی هود نچه شرم میبری بیا دیگه بود یه لیست بده یه لیسته بابا مونده سرش باید لیسته بخوری یه ذره سرش یه لیسته الان خب بچه ها رسیدیم مرحله 4 اینو فقط به خاطر تو میگم دوره خیلی داغه 4 4 همین اول داشت میریخت 5 و 6 6 رو میکشم این بازی چیزون بازی کردم 6 یک و سه نه کمک نکن من کمک نکردمش من از این نمیده نمی‌کنم. گر میداره دیگه قلوب وا 6 و 4 6 و 4 بابا اینو تو تو رجال دست نمید میزدی این ساعتی کلا 3 و 6 4 رو میکشم ما این دارم میفهم ولی من نمیشه الان یه الهام شد بهم الهام کی این دستم قرار نیست بخورم بفرمایید بهم گفت که چند؟ آیا من این دست فلفل سس 4 رو میخورم یا نه آفرین دست بهش نیست 2 تا قاشق که خوردی انتیتونه دادی لبات 4 و 2 میشه چند؟ 6
منم خورش. چی برای خواهید میندازی؟ چند میشه؟ 2 3 چجوریه؟ 6 و 5 5 اون 11 این وسط بود. این ها یه دونه 11 اینجا هست نه چرا 11 به من ربطی نداره میتونم 5 رو بکشم. میتونی 5 رو 5 پیدا کنی 6 5 تا 30 تا 30 رو میکشم. چی رو اصلا نداری بیا بیا تکون داد میزو به حضرت عباس. من هیچ شکلی عباس بزن تو کمرش. چه صحبت درش تکون من داد تکون میزو. ندادم. بده من بذارم حالا تو دهنه ماما یه بار ماما این ویدیو رو میبینی؟ اصلا یه بار من ماما. میکنه دهنت یه بار اون میزنه. دو تا قاشق آب بخوری راست میگی. تعطیل ببین با هواپیما داره میاد نمیدونم اثبات کن. اجازه ورود نداره. بخار بو آب نمیده. بخار بخور. خب نیست یه قاشق بخورش. دیگه هم برو یه آب بیار من حداقل بخورم. بخورش باید یه قاشق دیگه هم خب بخور. میدونم برو آب اجاد بیار. نباید بکنی. نه برو تو آب بیار. الان اینو بخور بابا. اینو بخور من از شب برو میخورم. دیدی گفتم دونه گرده. آره ببین یه دقیقه وایسا. اون چه یه دقیقه وایسا. یه قاشق زیاد هفته یه قاشق. نه وایسا یه زیاد داری. آقا یه دقیقه. زیاد داری گم نه می‌کنی. وایسا بابا یه دقیقه همین نظرم چی میگه؟ وایسا. جونم ببین اصولا خب اصولا آه. ویدیو قبلی تو جلوی دوری قول دادی به من پول ندادی ولی بچه دروغ میگه پول بهش دادم پول به من ندادش پول خب بهش دادم الان میخواد بزو بکنه تو حلقمون بخور یه نره باید بخوری وایسا دوباره باید بودو بخوری. سری بریز نکن داره بسه، میخنده. بسه. داره میخنده آقا وایسا. دیگه خودت گفتی توی دوربین همه شاهدن دوستان شاهدن گاهی بده وایسا بده وایسا. برو بده بده خیلی تونده ناموسا فکر کنم قطع شد نه بخور به قوله یه قد. اینو بگی دوستان اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو من خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره خیلی دوستتون دارم زیاد نظرتون تو کامنت ها به من بگین بارز بیا. بدو بیا بچه ها منتظر همه شما بیا خب بیا بیا. بخور برو دیگه. آب نخور کن تن میشه گوسفند هم میخوای سر ببری قبلش آب میدونم آب دادیم به بخور واسه پس وایسا بچه بشین. خور. مزه کن. قشنگ خوبه؟ دیدی گوز این کلام اینجوری میگیرن. ولی جفتتون قاشقا آروم باش بچه خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدین امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه دوستتون دارم خیلی زیاد تا ویدیو بعدی بدرود